دونه شاتل اتوما داریم. این کنترلشه. اینم ایرور شیشه داره، ایرور رو میزنه. حالا بخوایم بریم ایرورش رو پیدا کنیم، چون بوغم داره میزنه، منو رو میریم، آلار. این از آلارمش رو باید ببینیم. آلارمش امرجنسی منظورش ایناست. دو تا دونه ضربه گیر داره، یکیش اینه یکی اینه، دو تا دیگه هم دقیقا اون ورش داره. اینم امرجنسیشه. معمولا امرجنسی مال این سه تا اون ور، سه تا این وره. حالا ما باید اینا رو دونه دونه باز کنیم، بیزر بگیریم، ببینیم داخل اینا قطع شده. داخل اینجا داخلشون یه دونه امرجنسی داره که وقتی ضربه بهش میخوریم دوتا برم میچسبه. این قطعه رو در آوردیم. این داخلش دوتا دونه پلیت داره. اینه اگه قطع کرده باشه یا به هم چسبیده باشه اون ایرور رو میده. حالا ما این قطعه عوض کردیم، ایرورش رو میخوایم بگیریم. دوباره میریم تو آلارمش، آلارم میزنیم، امرجنسی میاد. اینو باید پاکش کنیم. الان پاک شد. بعد ازش میایم بیرون. حالا این اگه درست شده باشه باید حرکت و بالا پایین و این حرکتش، این هم بالا پایین. اوکی شد. خدا نگهدار.